بهترین کارگردانی که براش بازی کردید کی بوده؟ ببین فیلم و سریال. این واژه درست نیست. کدوم؟ خب این که بهترین کارگردان، اونی که براتون بهتون بیشتر حال داده. بیشتر حال داده. آره. کیو بگم؟ هر کدوم اینا یه حالی داشتن. مثلا شما با مانی حقیقی کار کردید؟ خوبه مانی. با رامبد کار کردید؟ من با رامبد حال نمی‌کنم. پس شما میگید که رامبد، مدیری و عطاران بدن و بعد شوس گذاشت کنار و مانی حقیقی. یعنی با مدیری و رامبد و اینا حال نشدید؟ چرا؟ من اون موقعی که مثلا مسافران کار میکردم رامبد خیلی حال میکرد. ولی الان باهاش حال آره الان باهاش حال نمیکنم. من با رامبد حال نمیکنم. من با رامبد حال نمیکنم. مرسی. راحت شدی کفش ما. همین واسه خیلی بیشوری. چرا؟